از خیام و عطار. هرگز دل پرخون را خرم نکنی، دانم مجروح تو هم دانی. مرهم نکنی، دانم شعرم از اون بالا. من گفتم حافظ، شنیدم که شیرازی ها خیلی حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارن. چرا؟ چون سعدی میگه برو کار میخوام اما حافظ میگه بنشین بر لب جوی و گذر. یه سبک دیگه فهم کرد. عشق به شکل پرواز پرندم است. این بود اینجا تا اینکه رفت جلو و شعرها تغییر کرد و در واقع یک بحران به وجود آمد. دوست دختر من نازه، قلبش پر از احساس. رفت جلو افتضاح شد. دوست دختر من نازه، قلبش پر از احساس. دوست دارم کثافت، تو بیاد به اون قیافت. خونه 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 مامانم خونه بوی خونه مامانم بذار تو حال خودم باشم من نمی باشم. تازه باز این خوبه. ما یه خواننده‌ای داریم میاد میگه آرومی توی کتری.